مریان یکی از ییلاقات مرتفع استان گیلان و شهرستان تالش میباشد. این روستا در فاصله 1080 متری از سطح آبهای آزاد قرار دارد و با شهر رشت حدود 143 کیلومتر فاصله دارد. روستای مریان از جنوب به جنگل، از شمال به روستای ناوان، از غرب به روستای آق اولر و از شرق به روستای سیناهونی محدود می شود. روستای ییلاقی مریان یکی از جاهای دیدنی تالش به حساب می آید که به لطف آب و هوای خنک در ماه‌های گرم سال به مقصد گردشگری بسیاری از ایرانی‌ها تبدیل شده است. این روستای زیبا محل سکونت نیاکان تالش بوده است و جزو مناطق با ارزش باستانی محسوب می شود. گورستان تاریخی، کاخ سردار امجد و حمام مریان از جمله جاذبه‌های گردشگری روستا هستند. روستای مریان از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش است که در 37 کیلومتری شمال غربی هشت‌پر و 143 کیلومتری رشت قرار دارد. مریان از شمال به روستای ناوان، از شرق به روستای سیناهونی، از جنوب به اراضی جنگلی و از غرب به روستای آق اولر محدود می شود و از طریق شهر هشت‌پر با جاده‌ای هموار و دیدنی در دسترس است. این روستا از سمت جنوب به مناطق جنگلی می رسد و می توان در کنار دیدن روستای مریان از مناظر زیبای جنگل نیز لذت برد. برای اینکه از تهران راهی روستای مریان شوید، ابتدا باید سفر خود را از آزادراه کرج، قزوین آغاز کنید و سپس به سمت رشت بروید. در ادامه با عبور از فومن، صومعه-سرا، پره سر و عسالم به طرف تالش حرکت کنید. از تالش تا روستای مریان حدود 30 کیلومتر دیگر در پیش دارید. معرفی روستای مریان. روستای مریان در میان گردشگران با جنگل‌های انبوه و طبیعت کم نظیرش شناخته می شود. روستایی کوهپایه‌ای که 1.080 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و آب و هوای آن در زمستانها سرد و در تابستانها معتدل است. به همین دلیل این روستا از جاذبه‌های گردشگری استان گیلان محسوب می شود. مردم روستای مریان به زبانهای آذری و تالشی سخن میگویند و مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. اقتصاد روستا بر پایه فعالیت‌های زراعی، باغداری، دامداری و صنایع دستی استوار است. گندم مهمترین محصول دیمی این منطقه به حساب می آید و توتون، ذرت، سیب زمینی، یونجه و لوبیا از دیگر محصولات زراعی آن هستند. زردآلو، سیب، بب و گلابی نیز جزو محصولات باغی محسوب می شوند. همچنین مردم روستا، به ویژه زنان، با بافت و تولید صنایع دستی مانند گلیم، جاجیم، شال و جوراب در بهبود وضعیت اقتصادی خانوار نقش مهمی ایفا می کنند. پوشاک غالب مردم روستای مریان، لباسهای محلی مشابه لباسهای تالشی است. مردان از کلاه، شلوار، پیراهن جلو بسته با یقه 7 یا بسته، نیمه تنه یا جلیقه پشمی، شال و دستکش در فصول سرد سال استفاده می کنند. زنان روستا مانند زنان تالشی لباس می پوشند که شامل پیراهن بلند با دامن پرچین، جلیقه با رنگ تیره، پیژامه طرح دار و روسری‌های رنگی و منقش هستند. استفاده از پارچه‌های رنگی و روشن، ویژگی پوشاک زنان روستا محسوب می شود. کودکان روستای مریان نیز از پوشاک محلی و معمولی استفاده می کنند. از انواع غذاهای محلی روستا می توان به آبگوشت شوربا، آبگوشت قرمه، انواع آش مانند ترش آش و آش رشته و انواع غذاهای محلی همراه با برنج و ماهی اشاره کرد.